سلام و درود، وقت بخیر. جناب دکتر پزشکیان عزیز، شما فرمودین که هر کسی بتونه بیاد سر سامان بده مملکت. بسم الله. خب من نه تو اقتصادم نه تو کار دولتم، به شرط اینکه 3 ماه به ما زمان بده. از همین فردا 3 ماه، در عرض 3 ماه این مملکت، این مردم اگر تشکر از دولت نکردن، همون میدان منو دار بزنه. به امضا میکنم و میگم دار بزن، همون میدان آزاده، من دار بزن، به شرط اینکه کاری که میخوام انجام بدم چوب و قول قدیمی ها لای چخ نذارین. اگر مردم دوست دارین، واقعا دوست دارین مردم رو رفاه باشه، بهترین زندگی را داشته باشن، اگر شما بخواین اینا اگه بخواین به من بگین، آره همین کار در عرض دقیقا 90 روز انجام میدم. یعنی هر روز کلان داره مردم آه ناله میکنن، نفرین میکنن شخصا به خود شما، همون آدم ها برگردن تشکر میکنن از شما. 3 ماه زمان میخوام. این مملکت یه مملکت اگه در عرض 3 ماه بهش نشد، همه راضی نشد، آرامش همه چی برقرار نشد، همون میدان آزاده امضا میدم منو دار بزن. محمد رضا نوری زاده، به شماره شناسنامه 28، تلفن 0919 797 1299. خیلی هم زحمت کشیدم زمان انتخاباتتون، خیلی چندین بار دفترتون اومدیم، دوستانتون بودن، آقای آهینا تشریف داشتن. خب شما را موفق نشدیم ببینیم، فقط 1 بار تونستیم صبح ببینیمتون. الان همون مردم دارن به ما میگن آقای نوریزاده چی شده؟ چیکار کردین؟ آقای دکتر چیکار کرده؟ والله جواب برای گفتن نداریم. دل خودشون دارن پشت میدن به ما، میگن ما رو دسته جمع میکردین، این اینجوری این کار میخواد بکنه. ما هم همون حرفای شما رو به مردم میزدیم. الان دارم اینو بهتون میگم، مردونه، اگر بخواین واقعا مردم در آسایش در آرامش باشه، ما در خدمتتون هستیم. یعنی در عرض 3 ماه، زیاد نه، 3 ماه به ما اجازه بدین فقط. سپاسگزارم. خدا نگهدارتون باشه. یا علی مدد. اون کشورهای عربی هم که دارن خدا میکنن که مملکت آباد نشه، چون به خاطر این که اگه ایران آرامش برقرار باشه، همه چی بیاد سر جاش، مردن اونا خودتون بهتر میدونن. یه کشور 4 فصلیه، بهشتیه، که به شما میگم من میتونم در عرض 3 ماه این مملکت بهشت درست کنم. واقعا میتونم، نه خودم به کمک خدا، به کمک دوستان، نه خود من.